مسیری روی که ما گفتیم که حالا حداقل خروجی ما به 15 بود، اینم که برگه خروج ما است. تاریخ 15 زده بود، روز 15 منو میخواستم برم این برگه خروجی می دیگه چیز کردن و مبلغی که از بانک داشتم اونو برداشت کردم. 150 میلیون تومانی من الان سوخته. الان از خود ما فهمیدی 60 میلیون تومان، همچنان از خود ما 60 میلیون تومان مون سکرتر بشیر جواب نداد. فهمیدن که افغانی‌ها را اخراج میکنن، هیچ کاری هم نمیتونن بکنن. پول ما را خوردن، از موقع استفاده کردن. آن رقم ظلمی که بخوای در مملکت ایران برای افغانی یک بلا نسبت یک گاو ارزش داره در ایران، یک حیوان ارزش داره و افغانی ارزش قائل نیستن. چرا ما انسان نیستیم؟ بیاین در ایران، مردم ایران همیشه حرف فرهنگ و از ادب و از این چیزا میزنن. بیاین در افغانستان که فرهنگ و ادب از مردم افغانستان یاد بگیره. با وجودی که فقر وجود داره در افغانستان، اما فقیرترین مردم افغانستان وقدر مهمان نوازی است. مثلا یک خارجی بیا، یک آمریکایی حتی در افغانستان بیا، برش بی احترامی نمیکنن. چی برسه به همسایه خود ما که مثلا مثل ایران وری ایرانی باشه، مثلا یا اونا بیا اینجا یا ما بریم اونجا. چرا باید با هم دیگه تمیز کنیم؟ خداوند کل ما و شما را انسان آفریدگی است. انسان مومن برادر مومن است. هیچ وقت مومن از مومن باید بد نبره.